بررسی امروز زمرد 3.5 میلیونی. سلام، امیرم و قرار است یکی از زمردهای مجموعه رو با هم بررسی کنیم. این زمرد قیراط 80 صدوزن داره و از معادن مشهور پنجشیر افغانستان استخراج شده. من قبل از اینکه هر سنگی رو معرفی کنم خودم شخصا با تجهیزات آزمایشگاهی به طور دقیق کارشناسی میکنم و نتیجه رو با هم بررسی میکنیم. از نظر رنگ سبز تیره‌ای نداره مثل درجه 1 های پنجشیر، ولی واقعا اونقدر رنگ و رو نیست که آدم نتونه بگه زمرد. چشم نواز است، با یه سبز خیلی آروم دلبری میکنه. از نظر پاکی ترک‌های معمول زمرد رو داره و به زیباییش آسیب نزده بلکه اصالتش نشون میده که البته باعث میشه جزو با کیفیت ها نباشه. در نظر هم داشته باشید که هنوز اویلینگ نشده. تراش خوبی داره ولی استاندارد نیست. چرا؟ چون نیمه پایینش روشن‌تر بوده، ضخامت رو به اون سمت گرفته تا جبران بشه که البته این اتفاق هم افتاده. یه پریدگی گوشه کار است که با چشم دیده نمیشه و ارزش اصلاح و وزن کم کردن نداره. نقاط قوت روی کار خیلی زیبا میشه، وزن خوبی داره، بدون بهسازی است. با این قیمت زمرد طبیعی دیگه پیدا نمیشه. راستی خوش اومدی به پیجم.